اوه شت مردم. قراره وایپ زیبایی باشه. زامبی دنبالمه. اون زامبی دنبال چه تویی؟ یه چت دیگه. بیا ببین توشو. پشما. ببین تو این چیه؟ چرت و پرت. یه خورده فارم اینجاست. یکی اینجا دید؟ I have a discussion. نایس افتاد. Third party. بله رید نشدیم پسر. عجیبه هر کی اون های کول این پشت رو میدید حقیقتا با میومد رید، ولی نایس رید نشدیم. یعنی یه روز دیگه کم بریم فارم چوب بکنیم، بذاریم فرنسام بپزه، موقع ببینیم که چیکار میکنیم بعدش. بیس اونو ببین چه بیس خوشگل کوچولو موچولویی شده، واقعا خوشم میاد ازش. این بیس رو ببینم چقدر بزرگ شده. امیدوارم خیلی واقعا تغییر نکرده باشه. نه بیس تقریبا همونه. خب فارما رو بکشیم بیرون. اول روز دوم تصمیم گرفتم که با همین کارهای چوب زدن و روشن کردن فرنیس و یه خورده فارم سنگ و سولفور و اینجور چیزا خودم رو سرگرم کنم تا داداشم بالاخره بتونه برسه گیم نت و با هم دیگه وایپمون رو ادامه بدیم. توی همین فاصله هم تصمیم گرفتم که برم دنبال خرس بگردم تا از چربی که میده استفاده کنم و یه عالمه لوگرید بسازم، چون شاید یه بیسی بودش که چوبی بود و میشد ریدش کرد و اون لوگرید اونجا خیلی به کارم میومد. به میخورده سایلنس کاستوم بزنیم با 20 تا تیر میخواد واسه کشتن یه خرس. تیرم تموم میشه که. اوه شت فاک دیدمش یه لحظه، گفتم یه رو احتمالا من نیده. اوه یه عالمه لوگرید اینجا داریم. علی معرفت اینجا رو نیده بودم. خوبه پس فقط اون کاستومه لوز شد، وگرنه اینجا یه عالمه چیز داریم. الان ما گان چی داریم؟ گان کم داریم. مصطفی یکی فارمره خب توی K22 رو کلمه K22 پایین صخره داره فارم میکنه. فکر کنم فارم بشه کرد دیگه نه؟ آره پیاده است. لباس قرمز هم تنشه. دیدمش دارمش. اوکی بده ماشاءالله نایس. داشت فارم میکرد چی؟ مام فارمر. یارو فکر کرده سرور ریستارت شده میتونه همه چی فارم کنه. آره نگاه کن. یا خدا یا حضرت سولفور. باندیج بدی باندیج بیا. ببین من میگم خب تا میتونیم سولفور بپزیم بریم رید. الان فکر کنم با این همه سولفور من بتونم 10 تا سشل بسازم. حاجی لیتس گو. یه اینونتوری فارم نایس. منم 400 تا پارچه آوردم. مشکلمون خیلی تو پارچه خیلی کم داشتیم. یا خدا باکس فارممون فقط باید ببینیم مصطفی. بریم میلیتری تونل الان یه خورده چوب فارم کنیم بریم میلیتری تونل. اینجا نه آدم مرده نه بادی هست. دارم میزنم بیا. دیدت گفتم ای جان ناله کن. من فکر میکنم اینا کارت دارن میخوان از اون ورش در بیان. حاجی اینا فرار کردن قبل از این. اینجا ساینتیست مرده دارم میبینم جنازه‌اشونو. نظر با ترنیار چیه؟ کارت آبی دارم بریم کارت قرمزشو بگیریم. بریم آره هر جا میگی بریم. اینور تمومه. تمام دارم میام. لگم حاجی وای پلیر کجا؟ سمت اس. دیدیش؟ 4 تا هیت خورد؟ 2 تا انا. من یکی رو دیدم. وای من داونم شما داونم. چی منو بگیری؟ منو بگیر.
حاجی من خیلی حاجی من به لگ مردم. این عدالت نیست، این درست نیست دیگه، این وضع درست نیست آقا. باورم نمیشه. ببین یورو واسم داشت تلپورت میشد، 2 تا تیر بهش زدم هویدم رفت جلو، بعد جلو رو اومدم بزنم رفت عقب. ای حاجی چه لوتی بهشون. من میگم بیا سر صدا کنیم اینا رو از بیسشون بکشیم بیرون، گانشون رو بگیریم ازشون. کیا؟ همین بیس پایینیا. من واچ بدم تا این بالا باشه. لدر خورده رفته پایین همش. اوه شنریت شده باشه. نه بابا جدا؟ آره. ریچو پس این صدا از کجا میومد؟ نکنه اون یارو که منو کشتش ریدشون میکرد یارو. What the fuck؟ بیت مجتبی. چی شد؟ الان میام بیس بد میام. میذارم تو باکس. دهنت سرویس. چیه؟ با اوپنه؟ چیه داستان؟ نه لوت بود. لوت مونده، نمیدونم چجوری مونده. یا خدا. سولفور و متال. نایس. به حد یه رول. حاجی هم خوشحال شدم هم ناراحت، چون فارم داریم چیزی که میخوایم گان لعنتی. نیا کن الان ما میدونی چقدر، الان بذار حساب کنم، الان 6 که یا 500 سولفور پخته داریم. البته اینا هنوز نکشیدم بیرون. تقریبا 8 که سولفور پخته داریم. نمیخوره اینجا کسی باشه جدی، اگه باشه فوش میدم. 24 تا آیکوال. نایس. منو میبینیم؟ شت پشمام ریخت. ماشاءالله لطفا که دیدم پشمام ریخت. بریم. پس الان که اون یو رید شده 2 تا بیس هست که میتونیم رید کنیم. یکی داره دیکی میشه که بذار دیکی شه، یکی هم بیس 2x2 پشت سرمونه. یه بیس دیگه هم البته هست که اونا سمت چیزه، سمت G21 G22. اونا هم خیلی فارمر به نظر میاد. خب من دلم میخواست واسه گان رید کنم نه واسه فارم. تقریبا 4 که 500 گان پادر. مشا بیا اینجا. چی؟ بیا اینجا. اوکی. هر کی دوتاش درست باشه برده، یا حداقل یکی درست باشه دیگه. یکی آره. 1 2 3. نه 1 2 3. وای حاجی دیهایدریتم. مردی؟ شوخی کردم، ما خودم کشتم. وای بادیمو نگاه کن، چه غلطی کردم، داشتم میساختم. اینجا رو نگاه کن مصطفی. یه لوت رو میدیم خیلی این اوپی لعنتی. خیلی میشه آراجی، خیلی همه جا توی بزاری الان. الان داشتم فکر می‌کردم سچل نیاز به روپ داره. وای پسر، آخ قلبم. موسی مرد. شکلات چند تا جمع میکنی واقعا؟ من دارم جمع میکنم شکلاتش. بیا بریم شکلات رو ول کن. 0 از 0 داداش. نفر پنجم. وای جدی فهم چی کنیم؟ بریم دنبال بیس چوبی بگردیم رید کنیم؟ بریم روم بدیم بعد دنبال بیس هم بگردیم. آره دیگه من بخوام کوکتل میارم. بریم. باید با جکی میومدیم. آخ بریم سمت اوتپوست بیس چوبی رید کنیم. بیا خیلی هم ترین نرو رید کنیم. مانی 6 تا کوکتل دستمه. بمیرم من فی 300 تا لوگرید. ناموسم بریم سمت اوتپوست رید کنیم. الان دارم فکرشو میکنم قلبم میره. یه بیس چوبی. یه رو نیکدی هم داره رد میشه اینجا. نگاه در شیت متال از همینجا میزنیم. بذار یه اکانتای سپاتیفای بزن. صفا یه جا باید پناه بگیریم. الان یکی از بیسش میاد بیرون میگه سلام با من بودی پس. اوکی منی. صفا گفتی لوت داره آنلاین پشمان. سار بود. چه سار داره پشمان. خوبه بردار. بعد وقت فشار میخوره آرامش. 600 تا سولفور هم داشت. هیتر سپاتیفای برق بزن بریم آجی. یه دقیقه کوخمو بریزم. دزدی بزرگ گرند ثفت آتو. یه دقیقه کوخمو بریزم. چه کنی داشت؟ آها حالا بهتر شد. بریم. ایسه اومده چی بود؟ یو آنلاین بوده؟ آره دیگه اون منم دیدم نیکی درو. مشا میدونی چی شد؟ اومد در اول بیت باز کرد، از اون طرف چاته اومد. خب الان دوم باز کرد دیداش این کف نداره بیسش. خیلی خوبه. ای پلیر اون 2 تا انگار. بزنیم 1 2 3. هدشات داد. برو. خیلی خوب بود. من در بیس باز که در دوم باز کرد افتاد پایین. چی داشتی پسر؟ به بادی رو نگاه کن. جکی دوباره سار چیز تی سی استک کنم. چقدر چوب داری؟ من لوت دارم. جا دارم. برو. جا داری حله.
8 تا بری سفید، 7 تا بری زرد، 13 تا قرمز، 8 وای تا حاجی اینا میخواستن فارم بیس درست کنن. وای چه بلایی سرشون آوردیم حاجی. خونه‌شون رو ویران کردیم، خودشون اومدن خودشون هم کشتیم. وای هی قطار برو بزنم. مشاب وانه دید. ماشاءالله مصطفی فولگیر کشتی ماشاءالله. من خودم تلاش که بپرم داخل. آقا من فولم دیگه بریم میگم. وای من پرم حاجی، جای نفس ندارم. اینا رو میدیم بره، اینا رو بعد یکی بالا کوه. وای مردم بابا خود نگاه کن. وای خدا. بذار من فولگیر میکنم میرم. سریع کیفولگیرمو برداشتم و رفتم دنبالشون. اما موقعی که رسیده بودم اونا خیلی وقت بود که دیگه اینجا رو ترک کرده بودن. با اینکه الان تازه لوز داده بودیم، اما میتونم بگم که تازه قرار بود لوتا زیادی به دست بیاریم و از اینجای ویدیو به بعد کم کم قراره که ورق برگرده و یه عالمه لوت گیرمون بیاد. دهنشون سرویس ولی حاجی. یارو بیسش 6 چانک 7 چانک فاصله داره و یهو 2-1 آره یعنی اصلا عالی. یه یاروی توی سطل برم بکشمش. دستش فکر کنم کراسی اون چیزاست. سه تان. یکی دیگه شون هم مرد، یکی دیگه مونده فکر کنم از تاشون مردن. چه بی میکردم. الان یکی بیاد منو بکشه. بله دقیقا گفتم الان یکی بیاد منو بکشه کش منو. همین از بیس قوله اومد بیرون. آره بازم یه سته که اونو بکنیم دوتا عالیه. به یکی چند تا تیر زد. داره میره بادی کسی. فکر کنم داره از چپ میاد فلان که من. اوه شت من دیده. اوکی تو سیف فلی بده. من 5 تا تیر بهش زدم. میتونی بگیریش جدی توی اوپن میتونی بگیریش. من میام بادیشو یکی از تو بادیش من میرم. من لوت میکنم میرم. من برو بادی خودت. نمیدونم. نه بادی من فقط لوت میرم. من رفتم. برو. من اینجا فقط انگار که دارم بادی تو لوت میکنم اینجا وای میستم بادی رو. امیدوارم بیت منو بگیره. به تو تیر نزنه. کار داریم میکنیم. دو تا یکی داشت. نایس. آره دیگه. اون یاروها منو اعلان کرد. من که رفتم خدافظ. ناموسن؟ آره بابا. بنازم. جی پسر. جی حاجی میدو اینا میسازم. دوتامون ایکی باشیم میخوان چه گوهی بخورن ها. واقعا. این ستش بود. 2 بار اینو کشتیم حاجی پول گیره کشید. یارو اومد کشتمون لوتمون رو برداشت فهمید ست خودشه. بذار یه چیزو نگاه کنم. 99 شده 82 شده 63 شده 45 شده 28 شده 10. توف کنی به یارو. چیه این گو؟ من هر کیو کشتم 5 تا هیت بهش دادم زنده مونده. چه فازیه؟ به خدا از اول ویدیو الان من همینو میذارم. خب بچه‌ها خودشون برن از اول ویدیو دوباره نگاه کنن. 5 تا میذارم نمیرن. What the fuck؟ که بده. پلیر دارم میام. 2 تا پلیر دارن رو زمین بر خودشون مبادله میکنن. بزنم یکشون حداقل. اگه میتونی بزن. دید. اوکی دارم میام. یکی دیگه هم یک خورده. 2 تا دیگه خورده. قطاره. دارم میبینمش. پشت قطار هست هنوز. دده. ماشاءالله. بابا سیکتیر. آره تو همشون یکی دارن. 2 تا فولگر. بابا دهن تو سرویس. الان مانی ان حتما. لوت کن. اونجوری نگو پشمام میریزه. بودو فقط اون یارو که افتاد رو زمین لوت کن. 2 تا سیفور باشم. پشمام. بزن بریم. یارو که چیزی نداره. لوت کن. اینا رو روی قبیه این پشت من لوت کن. پشت یه رو مرده. بودو پشت. بزن بریم. تمومه. چی کارشون کردم. رول بک. نمیدونم چی. پلیر رومه. اوکی. دیده؟ ماشاءالله. قشنگ جامپشون کردی بدبخت دارم. بیا نگاه کن. نایس. پشمام 72 تا تیر اکسپلوسیو هم داشتن. نایس. آره. چند تا کیت ایکی؟ من یه دونه ایکی دستمه. من یه دونه ایکی منم دستمه. آقا بذار من یه لاکر ایکی بودن. یه دونه سار بود. یه دونه تامی هم بود تازه. لاکر لرن نیستم ولی اینجای کیت بشین. این تابوت بالاییه.
تازه فهمیده بودیم که 2 تا C4 و آیتم ریدای یه گروهی رو پیدا کرده بودیم که احتمالاً دوباره برمیگردن واسه لوتی که از دست دادن. واسه همین سری از بیس زدیم بیرون و گفتیم که تا دیر نشده بریم و از این C4 ها استفاده کنیم و چی بهتر از یه آنلاین رید. کجا رو می‌خوای بزنی؟ من میگم آجی بغل در رو بنداز بره تو. نظر چیه؟ بغل در رو؟ آره تو میگی اینجاش دره؟ هم چپیش میذارم. چه در بیسو باز کرده؟ صبر کن. بابا میگم در بیسو باز کرد، چرا داری راه میری همینجور؟ بذار رد شم. در بس. بزنم آلوپره بنداز در. مشا بنداز در. اوکی. بنو. بیا. وایستا. تمامه؟ فکر کنم تمام. آره. موشا میدونم یا حضرت سولفورشو در بساز میتونی؟ آره حل بساز. برو بیرون تو برو بیرون. بگاشم کام از بین رفت، رو در بیسشو باز گشو بگش. آره بگش رفت. یک نفر این پشت قایم شده بود، اونم مرد. یو فرنسش بنده خدا روشن بود. تا بودن آجی پشمام. کو کامپوننتاشون پس کامپوننت به شکل عجیبی نداشتن، ولی حضرت سولفور سود خالص. البته که ما اصلا واسه اون C4 هم چیزی خرج نکردیم، چیز نساخته بودیم. ما هر چیزی که نمیخوایم سولفور، اینم هر چیزی که دارن سولفوره. واقعا اینو موافقم باهات. استوناشو دیدی تو اصلا؟ آره کل تیسیش استون بود. خیلی استون. آره آجی خیلی استون. یه رول سولفور پشمام. با پوسی بودن کسی به جایی نرسیده. پر رو رید میکنیم ما. من در نمیزنم، میام با لگد. حاجی اسم این بدبختا ما یه بارم ندیدیم، اینقدر اینا بیاسیب بودن، بیازار بودن. بدبختای بیچاره. خب گان میگرفتن داشت آسیب آزارشون هم میرسون. آره دیگه. آره کی چیز نگفت. گان نداشتن که بخوان آسیب برسون. تازه وقت ریولور دست گرفته بود. تازه شب رسیده بود و گفتش بذار ریولور رو کرف کنم. اینا حاجی اینا اون ستایی که تو سطل زدی فکر کنم. ستا بودن. آره من این ستا رو تو سطل زدم. بدبختای بیچاره بیسشون رو پاک دادیم حاجی. نرسیدم اسمشون رو کامل قطعا همینا بوده، اینا هم ستا بودن. یکشون رفته بود پشت وایسیده و منتظر نمیدونست C4 اگه بتره که اون میمیره اونور. آره یارو گفت این درک قراره بشکنه دیگه، خب به درک. من این بغل وای میستم داداش، با من که کاری نداره. چیکار کنیم با این همه فارم؟ بیسمون رو کارمون تموم شد، بیسمون بدیم به یکی. واقعا چرا بدیم به یکی؟ کی اهمیت میده؟ چه اهمیت میده واقعا؟ بذارم برم وال لرن کنم. من کلا چیزو لرن کردم، کلا گیت چوبی و وال چوبی رو لرن کردم. من دیگه نمیدونم با این مثل فورش کار کنم. مصطفی دهنت سرویس. های اکسترنال وودن وال با های اکسترنال وودن گیت دستت بوده، به من نگفتی، من باید تکثیری میکردم. گفتی؟ من گفتم وال داشت گیت. حاجی پشما. گفتم حاجی گیت و وال داشت، حاجی گیت و وال داشت. حاجی اینجا قطار وایستاد. قطار وایستاد جا بیستمون، الان فکر کنم از جا میان. یکی برزه به دادم. آره یکی داره رد میشه. آره 3 تا هن. دلمو به یکی دادم از تو با یه روزگاره. یکی ده؟ یکی ده منم نیستی. یکی دیگه دد؟ بک بده. چپ دیم دد. با دهنت تو سرویس. چند تا سرویس بزنم؟ دهنت سرویس. چند تا سه به یک دیگه بزنم؟ اینا کی هن دوباره مردن؟ یکی این پایینه. رو الان میبینی آیتم رید دستشه دیگه، من حرفی ندارم. آیتم رید دستشه ناموسن پشمام. چه آیتم رید دستشه حاجی دارم چیکار میکنم من؟ بابا دهنت سرویس کار میکنم. ایکی داشت یه باشی، یه ایکی داشت پولیر. پشمام یا خدا 217 تا اسکر مثلا ندارم، جا ندارم. بذار من جا ندارم. حاجی what the fuck. مصطفی دهنت سرویس حاجی، برا منم بذار. وای خدا قشنگ 4 تا 5 تا 6 تا ایکی دستمون الان همینا بودن. دوبار به اون مرده بودن، دوبار آیتم. آره حاجی هی میمادن رید کنن میمردن.
یارو الان میگه بابا اینا چیه میگن اینجا آخه چه بدبختی الان همشون یا رج کویت کردن یا داداش قسم خونی خوردن ما رو بزنن. آره این واقعا قبول دارم. این تابوت این بالا رو دیدی؟ آره حاجی دیدم. آره باکس پشمام همش گونه حاجی. واو لیتس گو. یکی برسه به دادم یکی برسه به دادم. خیلی احساس امنیت دارم الان. همین بیسو میخواستن رید کنن دیگه قطعا. اینه چی میگم باستا؟ من میگم همون بیس هست. اگه میشه ریدش کرد جدی برداریم بریم ریدش کنیم. من دارم با 2 استک تیر اکسپلوسیو میام. خب چجوری بریم پایین؟ بیا اینجا. به الکترو. بابا این همه یورو رفته اینجا تو. این بالا بیا اینجا. اینو میخواستم بزنن نگاه کن. اینجا رو می‌بینی؟ پس اگه از اینجا بزنیم یه در شیت متال یه گاراژ تا برسیم به این مربعیه. این هانیکوم. بیا بزنیم. خب بیا همین شیت متال رو بزنیم. احساس می‌کنم یه لوتروم هم داره. بیا اینو بگیر. بزن. خب این الان تنها چیزی که میتونیم بهش برسیم باکس نداره اصلا. فرنیس همش آخه. نمیارزه. بیا ولش کن. بیسای بهتر هست. یه بیسی سمت 250 هست اونم خیلی خوشگل به نظر میاد. یه بیس دیگه هم از کنار خیلی نزدیک میتر تونله. اون احساس میکنم فارم اسکرپ و اینجور چیزا زیاد داره. الان ما اصلا هیچی نمیخوایم. ما فقط واسه عشقش میریم ریدا چی. اما چی میخوایم ناموسن؟ هیچی نمیخوایم. ولش کن. غنیم داداش غنی. من غنیم داداش. آره POV you are غنی این official servers. زامبیا خیلی جالبن. کریچر های جذابی. آجی این لیات بیستر من قشنگ حفظم. همین وسطو بزن تمام. سولو بزن. سولو میخوایم مثلا فرق بالا عالی بود. آره بزن با اونو بزن. عالی بود. خیلی ایزیه. اینجا رو حداقل بعد هانیکوم میکرد دیگه. دوش. ای بابا. نه مشتاق تو نمیتونی اینو بشکنی مشتاق. نه حاجی. تواناییشو نداری. دیوار یک مشتاق 0 مشتاق. بابا ناموسن تیر اکسپلوسیو تموم شد. خب چیکار کنم؟ باورم نمیشه. آره تموم کردم. بیا. یا حضرت لوت. پشم اون خالیه اون یکی دیگه چقدر لوته پشمام. این هم که فارمشه. اوکی. ایزی مانی. خب اینو خراب کن. لوتاشو برو بریم دیگه. شاید هم کاری اینجا نداریم دیگه. مولتی ایکی هم داشت. من ایکیشو ندیدم. نایس. آره از این چیزا داره جاجی. از این پاراشوت هم داره. دیگه چی بعدین به درد بخور باشه؟ اکچولی اگه بخوای چیزی که به دردون بخوره برداره هیچ نباید برداری. بولت دستته رو بولت 8 چی؟ نه چی یارو ولی قطعا یه میلتان زده. بولت از همون تو گرفته یارو. آورده همینجا دیپ کرده رفته دیگه. گفت خداحافظ من رو بخوابم. فردا امتحان دارم. سلطان این منطقه شدیم ولی آخرشم یک پیام از سلطان. مردم در حال ترک قلعه هستن. مردم شما را میپرستن سرورم. داشت دیگه جا نداریم. دیگه واقعا جا نداریم. پیتور هم لرن کردم. 4 تا لارج فرنس ساختم واسه عشقم. یا به آجی چی درست کردین؟ جهنم اینجا. 3 تومن میزنم 3 تا مشتبه. یه گروه 6 نفره رو هندل میکنم. آره داداش الان یه 6 تایی میخوایم مثلا اینجا. اگه بیشتر بیان ناموسی فقط میتونم بدم. هیچ کاری نمیکنم. ناموسی بده داداش. نژادی فقط نه. نژادی هرگز. نژادی هرگز. بله من از لحاظ روحی نیاز دارم یک لشکر آدم از جلوم رد شن بگیرم تق تق تق. آخ دقیقاً حاجی. پاش بعد از این بریم چیز. پاش بعد از این بریم اینترین. بریم بدوارز اصلا. اگه دلتون میخواد بدوارز من داداشم ببینین. جدی اگه آره جدی. نه حالا ببینید. ولی نه حالا اگه جدی داش واسه به دست آوردن اون گروه 6 نفره باید تیر زد اینجا. داش ناموسن دیگه. ناموسن حداقل مال من یه دلیلی داشت. مال تو بی دلیل بود. این بیسر آنیکوم نداره. آمین. اشتباه بزرگی کردی که آنیکوم نداری. وای حاجی لوت مفته پسر. همینو برو.
سلام 1400 تا اسکرپ یو برو مصطفی خیلی لوت داره مصطفی خیلی لوت داره خیلی مصطفی الار داره 2 تا MP5 داره من باید کاور بدم نمیشم اینجوری بشین تو وایس تا همونجا بیرون کاور بده دقیقه مصطفی 1400 تا اسکرپ من گفتم آره حالا مثلا اسکرپ داره نمیدونستم این همه لوت داره زبونم گرفت اینجا هم 500 تا کروت داشت آقا وای لوتاش تمام نمیشه تا جایی که میتونی پر کن واقعا اهمیت نداره ایردراپ رو دیدی تو بادی؟ فکر کنم ندیدی ایردراپ تو بادیش نگاه کن نبود تو بادیش بود بخواه میشینه خودت کانتر واقعا ایردراپ رو دراپ بدیم من تا موقع برج بسازم بریم بپریم بالا سطل نگو تو دلت نمیخواد همچین کاری رو انجام بدی چرا 1400 تا اسکرپ خواب دارم میبینم سرور 3x سرور 3x اینو ببینیم چقدر پختن به به عالی مینوازه من فکر می‌کردی اینقدر پر لوت بشی اصلا من فکر نمی‌کردم امروز انقدر لوت داشته باشم دستم تو هم فکر نمی‌کردی نه واقعا حتی بچهای تو خونه از اینجا قشنگ میتونیم بریم توی چیز سطح ایزی میتونیم بریم رسید به زمین؟ هیچکی نیومد؟ نرسید به زمین که نه بابا رسید چرا اینجاست پشمام افتاد تو کامپاند خودمون خیلی خوبه واقعا لوتش جکی با الار مردم به پلیر مردم بغل بیس یعنی چی پایینم بر نداره برم مشتبه فهمیدم کجا داره میره آره جا بیس رو من باریکالله داشتم به استعدادهای خودم شک میکردم انقدر تو کشتی دیدم نه بابا کارم درسته خودم میخوام توی چت بنویسم که هر کی عددو حدس بزنه بیس مالشه تو بگو چند 1 تا 10 1 تا 10 6 اوریج وان پشمام بابا هم گفتی یارو برد اینوایتش دادم Oh, hi. Can you speak English? That's your base and... Hey, yo, what's up? Let me invite you to the team and this is the code. Check if it's correct. You know, begin. So, this is your base now. Bro, goodbye. Let us just... we're gonna parachute the base. Come see, come. میخوام بیاریمش به خدا داره برامال در میاره. We're gonna parachute and left your base cause it's your base now and yeah. یه رو داره دست میزنه. با 1 2 3 بریم. Good luck bro. Bye bye. به جا من پرواز کن مصطفی به جا من پرواز کن. بذار من تو رو ببینم. به مصطفی رو ببین خیلی خوب عجیب